آیه دکتر، بدون فوت وقت میرم سر سوالات از آسون به سخت. اولیش داستان ملاقات سران دو کره و مراسم تشییع جنازه پروژه هسته‌ای کره شمالی و تأثیراتش رو ماه. در همین خصوص یه نامه داریم از آس. مگه ما آس هم برامون مونده تو نظام؟ آس با این آی دکتر، مثل امر آس. آها، مثل امر آس. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی یه نامه خصوصی برای من نوشته که براتون میخونم. نمیخواد بخونی، مزخرف میگه. آی دکتر من که هنوز نخوندم. خب این روش منو بهش میگن روش مکارم شیرازی. یه بار زنگ زدم دفترش، یکی گوشی رو برداشت گفت جوابتون حرام است. گفتم من که هنوز سوالمو نپرسیدم. گفت خود ایشون نیستم، به من سپردن که تو فقط حروم کن تا من برگردم. حالا نامه رو بخونم، شاید هنوز حروم نشده باشه. توی نامه کوتاه آمدن کره شمالی از هسته‌ای رو تبریک گفته، نوشته به نفع نظامه. میخواستم بگم نامه رو نخونی، ولی حالا بخون تا خودت هم بفهمی چرا میگم که این طرف تو مشنگی سابسبکه. نوشته اولا الان دیگه متخصصای هسته‌ایشون بیکار میشن، همه رو میاریم همینجا، یه هسته‌ای نشون میدیم که اون طرفش ناپیدا. دوما نمیخواد، همینجا تو بزن کنار، بسه. قشنگ معلومه که اوضاع سلامتی مغزیش خیلی وخیمه. اولا همین الان اطلاعات همونایی که تا حالا آورده بودیم داره عین نقل و نبات میچرخه تو دست این و اون. دوما وقتی مشکل هسته اونا رو میز نباشه، خب ما میمونیم و باقی دنیا دیگه مسئله کره رو حل میکنن که صاف پاشن بیان سراغ ما. منظورتون چیه آقای دکتر؟ سربسته میگم، چون که اگه از این بیشتر بازش بکنم معلوم میشه مشنگی این صالحی مصری بوده منم گرفتم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دو تا رفیق تو جنگل بودن، دیدن یه پلنگ خیلی خطرناک داره از دور میاد طرفشون. یکیشون از کولش کفش ورزشی در آورد پوشید. دومی گفت چه کار داری میکنی؟ هیچ انسانی نمیتونه از پلنگ تندتر بدوه که. اولیه گفتش که لازم نیست از اون تندتر بدوم، کافیه فقط از تو تندتر بدوم داداش، خداحافظ، خدا رحمتت کنه. دوید رفت. آیه دکتر به نظرم مقام عظما خیلی وقتا حالیشون نیست که چه کار میکنن. زبونم لان مثل گیجه کار میکنن. مثلا در حالی که روز کارگره، خطر زیادی برای نظام داره، تلگرام هم فیلتر میشه. علتش چیه این؟ وقتی که بدبختی از سر کولش بالا میره، خب بیچاره چه کار بکنه؟ هر کاری بکنه یه گوشه دیگه خراب هست یا خراب میشه. هر بدبختی بهش نشون میدی یاد یه گنده ترش میفته. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که داشتم تو اتوبان میرفتم، دیدم که یه بچه ترک موتور خوابش برده، داشت میافتاد. باباهم اصلا حواسش به این نبود. رفتم کنارش بهش گفتم چرا حواست به بچت نیست؟ برگشت نگاه کرد، یه دفعه دو دستی زد تو سر کله خودش، گفت اصغر پس اون یکی داشت کو. روشن شد یا برفرستمت ترک موتور سوارشی. آیه دکتر این هفته توی صحبت‌های حاجی روحانی از یک فاجعه پرده برداری شد. این که گفت اسم کابینه بریدن و ناامیدن میگی؟ آره میگن بعضی اصلا تو جلسات شرکت نمیکنن، یه سری هم تو خود نظام زیرا به ولی فقیه رو میزنن، میگن تو قم جلسه میذارن که چطوری ولایت فقیه رو از قانون اساسی در بیارن. وای بیشتر وای از اون میگی، قربونت برم ولایه. حالا من حرفم چیز دیگه یه. من میگم شما به عنوان ابر استراتژیست نظام آیا نباید 4 تا راهنمود به اینا بدین که از این وضعیت فلاکتبار و ناامیدی و بدبختی بکشن بیرون؟ اولا باید کار یه جایی باشه که بشه راهنمود داد. الان از این چیزا گذشته. دوما گیرم من راهنمود دادم، کون صاحب شعوری که بره اجرا بکنه، بیشتر گیج میشن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رانندگی میکرد، دید تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغ‌ها رو روشن کنید. گفت آخه من از کجا بدونم چراغای این تونل از کجا روشن میشن؟ بعدم پیاده شد دنبال کلید چراغای تونل میگشت. روشن شد یا برفرستمت تو تونل تاریک دنبال چراغ بگردی. آقای دکتر شما استراتژیکیشو گفتی، منم تاکتیکیشو میگم. یه بار با یکی از همین وزرای ناامید مصاحبه داشتم میکردم، پرسیدم متولد کی هستین؟ سالش رو گفتم چه ماهی؟
گفت وای مرسی شما هم خیلی ماهی. البته در مورد تو درست گفته که ماهی. ولی خب مشنگیش به جای خود. شرمنده تعریف قشنگتون، انرژی گرفتم برای 10 تا برنامه دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن پیرمرده رفت داروخونه واسه درد مفاصلش دوا بگیره. داروخونه چی؟ بهش گفت به به آقا پسر مرسی هیکل بفرمایید. پیرمرده فوری کمرش رو راست کرد گفت پماد ضد پشه میخواستم برای راهپیمایی طولانی تو جنگل. میخوام بهت بگم که قدرت کلمات اینطوریه، به خودت نگیری. بله الانم با همین قدرت کلمات زدین این مجری بیچاره رو درب و داغون کرد. میرم سراغ سوال بعدی. مقام عظما تو سخنرانی اخیرشون کلی باید کردن. من شمردم 32 تا باید گفتن. مجلس بیریاز های دکتری درخواستی دارم. من روم نمیشه ولی شما بلدین بهش برسونین که سابقه داشته یه بایدی بگن و کسی ترخورد کرده باشه براش. خب خدا تو شکر 32 تا رو تو کدوم کوزه میخوای بذاری آبشو بخوری؟ در مثل مناقشه نیست ولی میگن عزیز جون واسه کسی دورویی کن که حوصله همون یه روت هم داشته باشه های دکتر. خوب شد رود نمیشه بگی، اگه رود میشد که دیگه دودمان این بدبخت رو به باد میدادی که. چند وقت یه بار یه سیخی میزنی به مقام عظما تا میاد جاش خوب بشه نوبت سیخ بعدی میرسه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن که یه توتی بیادبی بود همیشه به صاحبش فحش میداد. صاحب اومد تنبیهش بکنه یه پارچه انداخت رو قفسش. 2 روز از توتیه صدایی در نیامد. صاحب نگران شد گوشه پارچه رو زد کنار. توتیه گفت دیدی کرم از خود درخته خودت مرض داری. آی دکتر شما اینجا روی مشابهت من با یه توتی بیادب تاکید کردین. این دیگه عبور از خط قرمزاست. آبروی مقام عظما نیست که بگیم به درک 100 دفعه ریخته یکی هم روش. برم تو الان داری خودت راست آبروی مقام عظما رو همجوری آبروی مقام عظما به درک